دکتر یزدی رو شما کجا میشناسین؟ من 1995 با کشتی از این بندر برمنهافن آلمان رفتم به نیویورک. یکی دو هفته، سه چهار هفته بعد از که رسیدم نیویورک رو توی یک آموزشگاه زبان ثبت نام کرده بودم و انگلیسی میخوندم و تازه بازم خودم رو مطابقت بدم با اوضاع آمریکا. با یک دو تا جوان ایرانی هم اونجا آشنا شدم توی آمریکا؟ تو آمریکا، و اونا گفتن دانشجویان ایرانی در یکی از هتل‌های نیویورک یه جلسه‌ای دارن، محلی دارن، دفتری دارن، بریم سری بهشون بزنیم. اصلا نه مسائل سیاسی در پیش بود، نه. خب این مسئله 7 سال بعد از سقوط دکتر مصدق اتفاق افتاد. مصدق هنوز زنده بود. 28 مرداد کودتا انجام شده بود، شاه در قدرت بود. منم یه جوان خلاصه تازه از ایران اومده به آمریکا عقب یه سرگرمی میگشتم یا میخواستم ببینم چه خبره اینجا. این گفت توی هتل ایرانیا یه انجمنی دارن، دانشجو ایرانی جمع میشن. ما یک دو بار با اون دوستمون رفتیم، دیدیم همون داونتاون نیویورک یه هتلی که متعلق به ایرانی کلمه بود، سه چهار تا اتاقش رو داده بود به ایرانیا مجانی که جلساتشون اونجا تشکیل بدن. انجمن دانشجویان ایرانی ما با آمریکا. یه شخصی هم بود به نام آقای انصاری، اسم کوچیک فراموش کردم، رئیس اونجا بود که از همون وابسته به سفارت و غیره بودن. ولی ما ابتدا رفتیم اومدیم و جلسات دوم سوم من علاقمند شدم به چند تا جوان که اونجا بودن. یکی شاهین فاطمی، خواهرزاده یا برادرزاده مرحوم دکتر حسین فاطمی و پسرعموش و چند تا دیگه، و یه جوان دیگه هم بود مذهبی بود به نام محمد نخشب که بعد فهمیدم که این بنیانگذار حزب ملت ایران بوده و تونسته خودشو به آمریکا برسونه، اونجا درس می‌خوند، کار میکرد. و خدمت شما عرض کنم که ما با اینا یه خود خوب گرفتیم، آشنا شدیم، دیدیم راهمون، افکارمون با بقیه فرق میکنه. مثل ما مصدقی‌ها بودیم، نه جزء تیپ خیلی قوی پولدارا که از ایران اومده بودن، چون بقیه پسر سناتور و دختر مثلا وزیر و اینا بودن آمریکا تحصیل میکردن. و همون موقع به ما گفتن یه جوان دیگه هم تازه از ایران اومده و اونم مثل ماست. اومد تو اون جلسه، بهش از همون ابتدا گفتن دکتر ابراهیم یزدی. واقعا هم دکتر بود، اولین دکتر داروساز فارغ التحصیل از دانشگاه تهران بود که از دارالفنون فارغ التحصیل با نمارت رفته دانشگاه تهران و دکترای داروسازی گرفته بود. اومده بود آمریکا تنها اومده بود، زن و بچه هم نبود، با ما بود و ما دور هم جمع می شدیم برای خودمون، یه ساب کمیته یا ساب گروه بودیم و این باعث شد که آرام آرام یه تشکیلات سیاسی رو در اونجا به جریان بندازیم. و 2 سال یا 1 سال بعدش که هر سال یک کانونشنی دانشجویان ایرانی در آمریکا تشکیل میدادن و همه حضرتش هم سفارت میداد آقای اردشیر زاهدی، ما همه به عنوان یه ساب گروه تو اون کانونشن شرکت کردیم. گویا 8مین کانونشن دانشجویان ایرانی در آمریکا بود از بعد تأسیس. و اونجا این مرحوم نخشب و همین قدسزاده و این ابراهیم یزدی و لباسچی و من و اینا یه جوی به وجود آوردن که ناگهان تونستن روز انتخابات رو ناگهان تغییر بدن. یعنی وقتی همه جوانان نشسته بودند و آقای اردشیر زاهدی و شهناز خانمش اونجا در اون جلسه بودند و قرار بود انتخابات بشه برای سال دیگه هیئت مدیره جدید انتخاب بشه، این آقای محمد نخشب که سخنران خوبی بود و از اون مصدقی‌ها معروف بود، این پا شد یه نطق بسیار مفصلی کرد بدون اینکه کسی انتظار داشته باشه و ناگهان اسم دکتر مصدق آورد و گفت من افتخار میکنم که شاگرد اون مرد بزرگ هستم. همه شروع کردن به کف زدن و این جو ناگهان در از 1 ساعت تغییر پیدا کرد. آقای عزیز زاهدی هم هراسان و یعنی چی شد، چه خبر شد. انتخابات که 2 ساعت بعدش انجام شد، ناگهان همه رأی دادن به این گروه که ما بودیم و اونا رئیس و نایب رئیس و منشی و خزاندار اونا انتخاب شدن. یک کودتا مانندی اینطوری اتفاق افتاد
و بعد 7 سال که این تشکیلات دانشجویان ایرانی در آمریکا در دست سفارت بود، منتقل شد به دست اپوزیشن و از اونجا ما دیگه بعد از کانونشن که یه روز بعدش بود متفرق شد، هر کی به شهر خودش برگشتن. من برم نیویورک، یه آقای شاهین فاطمی شد مسئول دانشجویان ایرانی در نیویورک، منم معاونش شدم چون منم خیلی وقت داشتم و با این همکاری میکردم. بعد شروع کردیم مجله دانشجو رو اونجا منتشر دادن و جراید دیگه و اولین میتینگ ضد شاه در جلوی سازمان ملل متحد همون سال بعد اتفاق افتاد که من با عکسامو بعداً دیدم که گرفت و فرستاد ایرانو. و این مسائل مبارزات دانشجویان ایرانی در خارج کشور از اون نقطه شروع شد. وقتی که خبر رسید به دانشگاه تهران که دانشجویان ایرانی در نیویورک یه همچین تظاهرات تشکیل دادن جلوی سازمان، همچین عکسایی، اصلا خود دانشگاه تهران به هم ریخت به عنوان یه قدرت جدیدی که از مخالفین دیدن. و این ابتداء مبارزات دانشجویان ایرانی در خارج کشور بود که بعد سرایت کرد به پاریس و اولین جلسه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در پاریس تشکیل شد و از آمریکا. چه سالی میشه؟ در سال 1962 میلادی. و من به خواهش آقای شاهین فاطمی و یه جوان دیگه به نام فرج اردلان، ما دوتا انتخاب شدیم از طرف شاهین فاطمی که بریم پاریس نمایندگی بکنیم دانشجویان ایرانی در آمریکا رو در اون کنفدراسیون. که همین کارم رفتیم و یه ما در روز 20 روز بعدش یا یه ما بعدش اون کنفرانس در پاریس تشکیل شد و منم بودم و دیگرانم بودند و چپیا و راستیا همه بودن و در اونجا بعد 1-2 روز صحبت و مذاکره دو شقه شد. چپی ها جدا شدن از ملی گراها یعنی مصدقه ها و این کنفرانس از اون روز 2 قسمت شد و به حیات خودش بعدها به این ترتیب ادامه داد. و یه سال بعد از اونم من برگشتم ایران که دیگه ماجراهای عجیب و غریبی داشتم و دیگه من خودم از سیاست کشیدم کنار، چون کار میکردم، ازدواج کردم، بچه‌دار شدم، بعدم اومدم کانادا و دورادور با این آقایون در نیویورک با قدس‌زاده، با یزدی، با شاهین فاطمی، با اینا در تماس بودم، ولی گرفتار زن و بچه و مورگج و خونه و ساختمان و دیگه 4 تا بچه و کار و شبانه روزی زیاد با اینا همکاری نزدیکی نداشتم، ولی از دورادور خبر داشتم چیکار میکنن. تا یه روز دیدم که آقای ابراهیم یزدی کنار آیت الله خمینی در نجف نشستن و تلویزیون داره عکسشون رو نشون میده و مصاحبه میکنن که یه همچین برنامه‌هایی در یه همچین مخالفی به نام آقای خمینی پیدا شده و در نجف و این کارا رو کرده و تهران شلوغه. بله تا اینکه خود یزدی من گفت ما تصمیم گرفتیم از به فشار صدام از بغداد خارج بشیم، رفتیم بریم به طرف کویت که مرز کویت بستن و ما رو اجازه ورود ندادن. برگشتیم گفتیم میتونیم چیکار بکنیم. من پیشنهاد کردم به امام که پاش بریم پاریس، اونم نظری نداشت، میگه باشه. با قدس‌زاده و خدمت شما هستم که آقای بنی صدر که پاریس بودن، دو دیگران تماس گرفتیم، اونو گفتن باشه ما یه اتاق یه خونه میگیریم و امام آقا رو برده بیاد اونجا و سوار هواپیما شدیم، چون اون زمان هم ایرانی‌ها برای اروپا ویزا نمی‌خواستن. رفتیم راحت سوار هواپیما شدیم و رسیدیم پاریس و به قول معروف the rest is history. و ماجرا به اینجا از اونجا شروع شد به اینجا کشته شده دیگه. این هم از ذره از خاطرات این بنده بلا پر از تقصیر بود که ببینیم بقیه به کجا میکشه.